مادرمون سوا میجه راستی گپ کنه آدم خیلی ما در مهاجرتیم امروز باشد همه این بچه مهاجر التماس میکنیم که یک دستگیری کنن این بچه میره یک خانه چه بسازیم که مثال کودکاش ای بیرون درون کنیم انشالله میکنم در گیت هم کدیم کودکام نگیشتیم برامدیم تمام مادر چند ساله هستی؟ 65 65 ساله. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان عزیز خداوند حفظتون کنه رحمت خدا برای دستگیریتون مردمی دست بخیر مردمی شیردل تاجیکستان الحمدلله یک چند روز پیش یا هفته پیش در کانال بابای لنگری مقصد دیده بوده برادرمو آرزوبای همراه مادر که خونش سوخته بود الحمدلله رفتیم نوار کردیم بابای لنگری نقطی شیردل و شیرمردان وطن که نمیخوام بسیار من ناموش را بگیریم ناموش را انشالله میگیریم چی کمکی کردیم بعضش متریال بعضش مقصد پلاکی امروز انشالله یکی با از شهرمردانی وطن خودمون برادر عزیزمون برادر قدردان که همه وقت در بر مردمی نیازمند هست حاجی رحیم جان فایرون میکرد با مادر اینا با تازست خچو ایدرنی مغازین شد پول دادن مسئله خیر میگه دوستان عزیز که باید ای آشکارا نکنه بگذار این خیرهایی که شهردلان میکنن برای چنین نیازمندا با بعضی برادرانی که پول دارن من پسشو نمیزنم خدا نایق بسیار شو بتیا درس عبرت شوه حتی در قرآن آمدگی است که خیر بعضی آشکارا بعضی پنهانی شوه بعضی مثل میگن که دستی چپت بتیا دستی راست نه یعنی که بفهمن که هستن شهردلا باور میکنن خدمت میکنن در بری مردم مهاجر و نیازمند هست الحمدلله بسیار گم نزنم که نوار کوتاه است سلامت باشه اکه حاجی محمد صدیق حاجی رحیم جان هزار رحمت بر پدر مادرتون سلامت باشه من میندارم از همه شما سخن با بابای خان میتیم شرینا سلام علیکم برادرای عزیز امیدوارم که خوب هستین ساخ سلامت هستین باور که ما دیگر نمیدونم چی بگم حالا برکت شما انا یکی شیر نر الحمدلله که دویم در خدمت بود خداوند در عمر جانش برکت تا اکای حاجی رحیم خداوند مهربان هر جایی که باشی سربلند و خانه آباد باشه خداوند در مال و ملکت در خاندانت در کسب کارت پروردگار برکت ده همچنانی که اکای دیگریمون انا حاجی محمد صدیق الحمدلله خیلی متریال یاردم کرد الله برکت شما تا همچنان یک برادر دیگری که حاجی مهراب گفتنی ما برادر عزیز این شخصی که حاجی محمد صدیق این برادر الحمدلله بسیار نوروی ما در برو ما ولی نمیدونم اگر پس نور با یکون گپم نمیدونم ما بسیار همین مرده بسیار همین خیلی چیزا میشوه الله برکت شده به حد خدمت کردگی یعنی که گروهی کردگی به حد من یک زنگ تلفن شکنم میگه دودر تمام قرار بشیم یعنی که پروردگار در کسب و کارتون برکت تا پروردگار در تجارتون برکت تا برادرای عزیز ما امروز روزی هسته که الله شاید نمیدونم خدمت یعنی که چخیل حس کرده استم بالای همین قدری که فتنه اومد بالای همین قدری که گپ چپ بالای همین قدری که بالای ما چی قدرو تهمت اومد من هم دستو پیش بر هزاران بار اولو از پروردگار میکنم دیم از این شهر مردم میکنم که امروز ما تا این درجه را یعنی که باور نداشتم که بخاطر که به حد بالای ما تهمت کردن نه که الله مهربان میگه که ای بنده ما تو با صبر باش ما همه یعنی که مکافات همه گورم اعتماد امروز برای ما را یک خرسندی برای ما را یک شادی که الله برکت تن برادر یعنی که ما تا این درجه را از باوری همین برادرها برامگی نیستیم نه که من میگم که الحمدلله تا امروز ما خیانت کردگی نیستم در یگم جا انشاءالله نمیکنم خیانت الله برکتون تا که خداوند در عمر جانتون برکت تا مادر یگم سخن گفتنی داری ما اگه خطا کنه میدونم از تن خودت ما چقدر خرسندم خیلی بچه های مهاجر از رحمتی کلان اول با بچه های مهاجر بعد با این حاجی رحیم جان محمد صدیق جان حاجی محمد صدیق و این برادر دیگریمون حاجی مهراب رحمت بسیار میگم برکت در کسب کارشون بریزد خداوند عید دولتشون زیاد کند برکت
خیلی ما را دستگیری کردن خدا عید زیاد شمیتیم. سلامت باشی مادر عزیز. اکبر جون گپ زنید. بله برادرم میندارم اول که شما که اول اخلاق بود شما که مرا دستگیری که این در روز تنگی مقصد شما هم بسیار سهم اختنا گذاشتین در همین روز تنگی برف بارون خنکی لوی چل در یگون چی نگاه نکردن این برادرها رفتن دستگیری کردن کامera کردن تا حاضر مقصد که یک قلق میاره من ندیدم که گفته باشن که برادر خیلی بزرگ کردی یا که چوک کردی همینجا آوردن جمع کردن شب در همین جای بودیم در همون روزی سختی که یگان جا نبود میندارم بعد به حاجی رحیم و حاجی محمد صدیق که برادرها بزرگ مردو و پوشکینا یاردم کردین اکای مهراب حاجی مهراب زنده باشی برادرم و همتون میندارم بچه های مهاجر همتا میندارم دستگیری که انشالله که ما هم مردکیم در خدمت شما این برادرای عزیز، مهاجرای عزیز، شیرای نر، مادرای شیردیل، هر یک کلمه که نوارا پهن کردی، لایک موندی، کامنتر خوب نوشتی، در روزای سخت شخصای بودن پروداکت بردن و یاردم کردن از همتون مینداریم. خداوند یک شما را ملیون کنه. این مبلغای میبینه این مبلغا از همین مادر هستن که میروان مقصد همون جایی که سوختگی خاکستر شده بود بودکاش در کوچه موندگی هم باز ساز میکنن و همه وقت سرجم باشه. میگن که پراکنده لشکر نآید به کار 200 مرد جنگی به از 100,000 هزاران کاروان رفتن دودن هنوز این سگان دارند هوا بوی موی جلوی داره باشه شروع سلامت باشیم برادر عزیز بوارکین مگ دیگر نمیدونم چی بگم سلامت باشیم مادر جان خداوند نگهبانت باشه تو دربار ما در همین روز سختی ایستادین هزار رحمت. سلامت باشید. همین در می جای نماز در حق همین برادرها در حق اکای حاجی مهردین شرینر اکای قندم برادر عزیز که اول پروردگار در باری ما بودی خصوصا اختا میندارم همه وقت شیردی باشی الله یک تا میلیون بگردونه و سالم جنت الفردوس نصیب بگردونه یک تهدیدی دادرت میگه باش یکم ما هم اکر مینداریم همین کسی که دستگیری که همه مینداریم سلامت باشی هزار رحمت ما این بچه ها هم نداریم. سلامت باشید. دولت دنیا بود. امین مادر عزیز. россия қарор дорем телефонҳои нав ва ба гарантияра якҷо харидорӣ карданро намедонед барои ҳалли ин мо ба шумо кӯмак мерасонем магазини реалфон дар шаҳри москва қарор дорад ки дар магазин ҳамаи моделҳои нав дар фурӯш аст samsung realme tecno infinix ҳамаи моделҳое ки даҳни момент дар соли 2024 ба фурӯш буромадагиянд дар магазини реалфон ёфтанатон мумкин аст албатта ҳамаи телефонҳо нав ва бо 1 сол гарантия аст вақте ки телефон харидорӣ мекунед албатта соҳиби тӯҳфа ҳам мешавед дастафка ба ҳама шаҳрҳои россия ва тоҷикистон ҳам ҳаст бемалол рақамҳои экраномдагида муроҷиат карданатон мумкин аст агар ки шумо худтон омада ай магазин харидорӣ кардан хоҳед адресҳои мо шаҳри москва метро бутырский 4 вахт торговый центр зеленый